غذاهای ژاپنی. رامن یکی از پرطرفدارترین غذاهای ژاپن هست که بیشتر مغازه‌های رامن فروشی صندلی ندارند و به ایستاده خوردن معروف هستند. تاکویاکی غذای معروف شهر اوساکا هست که موادش آرد و بنیشاگا، این مدل ترشی ژاپنی و پودر ماهی و سس تاکویاکی و مایونز و هشتبا است. یکیتوری هم یه چیز مثل جوجه ماست و روی زغال سرخ میشه. تنها فرقش اینه که توی ژاپن به مرغ سس شیرین میزنن، سس تاره، ولی طعم نمک خالی هم هست. سس تاره معمولاً مال چند سال پیشه. هرچی سس بیشتر بمونه و قدیمی تر بشه با ارزش تره. گیودون یه غذای پرطرفدار هست که خیلی ارزون است که با گوشت، با پیاز و سس شیرین و برنج درست شده و معمولاً روش تخم مرغ خام میشکنن. اومرایس با برنج و مرغ و ذرت و هویج درست شده که روش تخم مرغ سرخ شده میذارن. نادا یه نوع کپک هست که خیلی خاصیت داره، ولی چون بو و طعم بدی داره بیشتر ژاپنی‌ها نمیخورن و این برای خارجی ها چالش شده و حتما یه بار رو امتحان میکنن. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو دیدین. برای ویدیوهای بیشتر فالو کنید. لایک یادتون نره.